برادران عزیز سلام. امروز در جماعت دهات سنگور در رایون سنگور جماعت دهات سنگور دبستان کودکانه یعنی یاсли شده می شود که در این یاсли حاضر 25 کودک 25 نفر کودک نامنویس شدند و آهسته آهسته زیاد می شود. در جماعت دهات سنگور یاсли نبود. خیلی به یاсли مردمی که در مکتب معلم ها کار میکردن برای و یا کمتر قیمتر بود که کودکا در خونه کودکا در دیگر جا که نگه میکنه گفته امروز باشد یاсли کشاده می شود و قربی رئیس حکومت اجداد داریم انتظار رئیس حکومت تا لینتر بگیره. در ساختن این یاсли یعنی دبستان بابای میرزا خوجا مبارف سهم خود رو با تمام هستی بزرگی گذاشته است. ایشون رئیس حکومت هم رئیس حکومت نهایی تلدر هم حاضر آمد شد آمدستان و پیشواز این کودکان و پیشواز برآمدگی هم همه با پیشوازی برآمدگی هم رئیس نهایی هم آمد برای کشاده کردن دبستان. ای نیو فرماندگی رئیس نهایی رئیس حکومت ای ماشین دیگر فرماندگی رئیس جماعت خدمت حسن ترکم برو خونده است. کادرای آینده نصیب آینده در دست اینای بابای مرزام ها و طرف ایستادگی ای طرف دست چپ به رئیس حکومت بروزی دیرکتری مکتب منادو ای طرف دست راست دیرکتری یاсли وطن تو نوبهاری وطن تو بیکناری من و تو قسمتی یک رنگ دارن اگر تو بیقرارم سینو یی سنگار شایان ظریف خواجه و این کودکستانی رقمی دوی جماعتی سنگار که به کوشش ها و زحمت های بی پایانی شما کشاده شده است خوش آمدید میگویم. محترم رئیس ما کودکان این کودکستان مینه‌داری خود را به شما رسانیده دعاگوی آنیم که در همه کار و بار سایزفت باشید. گوش حرفی راهبر باید کنیم دورتر راهی نظر باید کنیم دستی ننگ خود سپر باید کنیم قطره ها را هم گوهر باید کنیم در همه میدان ظفر باید کنیم تاجیکستان را دیگر باید کنیم خاک ملک خویش باید کنیم تاجیکستان را دیگر باید کنیم. مرحبا بی یو این خیلی بشی سوالچی من نشد تلویزیون سوالچی من نشد یک بوره هست دو لیسانچی من نشد منبر قرار بیش یک بوره بیا سلامت باشی. خیلی شما هم امی بچه‌ای که همینجا میشن یا چند کسان؟ شرایط چون ساز اخی همه جا کو
اول بدریم بعد نزد مردم برآمد کنیم. آموزگاران گرامی، فرزندان محترم، با مقصدی به تعلیم و تربیت تا مکتبی جلب نمودن شماره زیادتر کودکان با کمک و دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر و ناحیه‌ها مؤسسه‌های تا مکتبی سال تا سال زیاد و استعداد کودکان در این مؤسسه‌ها جلب گردیده رو به افزایش یافته است. فرزندان عزیز، حاضرین محترم، چرا که همه ما رسیدیم به این راست آمده است. بار دیگر شما آدمانی بزرگ هستین، فرزندانی بزرگ هستین که در این روز شما آغاز تحصیل، آغاز زندگی نو میکشاید. من همین درگاه معرفت علم به همه شما باید بار دیگر مبارک باشد. من خواهانیانم که از همه شما پدران، مادران، خواهران عزیز، مادران عزیز که همین درگاه معرفت را تازه و آزاده نگه داریم. این وقت برای پیشرفت رشد و نموی فرزندانمان باید که همه ساله خدمت کنند و همین فرزندانی که امروز 25 نفر در اینجا تعلیم و تربیت میگیرند از قطع جدی بکنند و تازگی را رعایت کنند. همین فرزندان و بحث فرزندان خود همچون فرزند خود دوست دارند، فرزند خود تربیت کنند، تعلیم دهند و از اونها یک جوانان نیرومند قوی اراده جمهوری تاجیکستان را ما ببینیم که در سراسر جمهوری کار و فعالیت کنند. سلامت باشید، سربلند باشید، به همتون برای کار بزرگی را تمنا دارم. وقتی ما هم سرپرست بسیار تعلیم و تربیت همین نورسانی تا مکتبی نقش ارزنده خود را میگذاریم. اون صاحب کارینی که امروز هستند در همینجا همه وقت باید که اینجا خبر بگیرند از احوال همین کودکان، برای که این کودکای همه امروز شما هستند. یک بار دیگر سلامت و سربلند باشید. نامی همه این مادرانی که و از نامی همه این مادرانی که اینجا سرجم هستند برای تشکیل نمودن کودکستانی که برای ما مادرانی بزرگ خیلی ضرور بود مینداری به پایان خود را میرسانیم. شما رئیس محترم را باوری میکنانیم که با دستگیری به واسطه شما فرزند دیگه یا به تشویش 8 ساعت همین در اختیاری همیاش کنشوچر ولی تنوشنا پوشیده میکنیم نصیب روش همشه سود میکنیم فقط شما آوردن تا همینجا رو سپاریدن بگذشته بردن اینو رسوندن در گردن شماست. در دست پدر مادر شروع میرسونید باید کسر نکنید، بسیار در پیش دارید. هر ساعتی میگود نظارت بیان ببینید، دولینجا ببینید، نفسا ببینید، نسلینجا ببینید، چی وظیفه باید بدونه تقریبی یا چیزش نداده، تنفیدش نداده، یا خفاش کرده، همین چیزها هست. ولی هم مدارات چیزی گفته این تن از وقت دواش کردن که بیایی برید برای دیگه هم دادن ولی خورد که داشته ولی
چون